در صدمه در کان انگشت ولایت قرغنده قزاقستان 33 کس جان باخته است. جستجوی 13 نفر دیگر ادامه دارد. حادثه شب 27 به 28 اکتبر روی داد، زمانی که 252 نفر در کان کار می‌کردند. ارسلار میتال تیمیرتاو مالک کان انگشت گفت اکثر کارگران را از ته زمین به بیرون برآوردند و دست کم 18 نفر به گرفتن یاری طبی مراجعت کردند. قاسم جمعه توقیف رئیس جمهوری قزاقستان 29 اکتبر را روز ماتم ملی اعلان کرد. و در محل حادثه به نزدیکان فوتیدگان اظهار همدردی نمود و از نمایندگان حکومت خواست که همکاری را با شرکت ارسلار میتال تیمیرتاو بس کنند. طبق اطلاع رسمی در 15 سال اخیر در انشاءات وابسته به ارسلار میتال تیمیرتاو زیاده از 120 کس به هلاکت رسیدند.